قانون جمهوری تاجیکستان یگان پیشگیری کردن از رفتن حج عمره دیگر رو پیشگیری نمی‌کند، مجبور نمی‌کند. لیکن متاسفانه وقتی که یک پدیده مهم از دایره هدف‌های خودش بیرون رفته دیگر به یگان نظم و نظام و ترتیب و طلب جریان میگیرد، یگان دولت نمیتواند نسبت به این بی‌طرفی باشه، به این نادیده گیری رفته نادیدگی کند. ما درباره خرافات سخن می‌رانیم و در همین ملاقات جناب عالی در مورد پیشگیری از خرافات بسیار تاکیدهای وسیع گذاشته رفت. همین من مثلا پدیده خرافات چی است، چه خیلی اون انجام میگه در مثال همین حج عمره بسیار روشن است. حج یکی از رکن‌های مهم دین اسلام و پنجم رکن اسلام ادای مناسک حج هست که حج فریضه است و در بعضی جا حج عمره است. حج عمره هرگز حج فریضه رو عوض نمی‌کند و همان طلبات اسلامی پنجم رکن را عوض کردن نمی‌تواند. لیکن به حیث یک سنت، به حیث یک پدیده اخلاقی و معنوی برای مسلمان مهم است که لازم است اگر توانمندی و امکانیت و ضروریت باشد و این پیش از همه آمادگی نفسی و روانی و اعتقادی همان مومن را طلب می‌کند که همین ارزش بلند هم دینی و هم انسانی از دایره خود بیرون نرود. ولی متاسفانه شما ببینید که چه خرافات جای ارزش دینی را میگیرد، جای اساسی را میگیرد. آهسته آهسته دیگه در این نه اینکه نفرانی هستند که بعد این قید توجه ندارند به اینجا میروند، همراه عائله ها میروند، به این آمادگی ندارند، دیگر ارکان اسلامی را به طور لازمه تا آن اجرا نمیکنند. یعنی که استاد موافق گفته شما اگر همینطور جریان گیرد این یک نوع پاماندن برای ارزش‌های اسلامی هم میشود، این آگاهانه رفت ایستادن به قدری دین میشود. این ارزش‌های دینی ما به قدر به قیمت به ارزش میشه، به پایه میشوند. خرافات در همین سطح به بهانه سیاحی رفتن گیرند. خرافات این از دایره هدف و مضمون خود بیرون شدن یک پدیده است، به خود خصوصیت غیر عقلانی، غیر منطقی، یک موهوم، یک وهم، یک تصادف عمومی که از جهت جنبه نادانی و نافهمی را از همین رو میگیرد. آهسته آهسته در پهلوی همین اون نفرانی هم هستند که شاید نفران بسیار کم که اونا آگاهانه از صدق دل اعتمادمندانه آماده شده خود رفتگی. شما تصور کنید یک کودک رفتگی پگاه چه گفتند برابر یک خروجی واقعا می شود و در میگن جلسه ما صد مریض بالا از همه کودک می شود. این فرهنگ و معنویات ما زیر خطر می